شاید فکر کنید اسکوید گیم فقط یه سریال موفق بود، اما پشت پردهش چیزایی هست که حتی از خود سریال هم تاریک‌تر و عجیب‌تره. گوش کنید. اول از همه اون عروسک ترسناک چراغ قرمز چراغ سبز رو یادتونه؟ نه جلوه ویژه بود، نه انیمیشن، یه ربات واقعی بود. از یه موزه روستایی کره قرضش گرفتن و بعد برش گردوندن. و اون زمینای غول‌پیکر، پل شیشه‌ای، راه پله‌های صورتی، زمین‌های ترسناک، همه واقعی ساخته شده بودن. بازیگرا واقعاً روی اون سکوهای بلند ایستاده بودن، به طناب وصل بودن و ترسشون کاملاً واقعی بود. هیچ پرده سبزی در کار نبود. حتی اون آب نبات دالگونا بعد از پخش سریال توی تیک تاک وایرال شد. ملت شروع کردن درست کردنش، ولی آخرش با کلی دست سوخته و شکر داغ تموم شد، تا جایی که مغازه‌دارا مجبور شدن بنویسن لطفاً تو خونه امتحان نکنید. اما داستان خالق سریال از همه تاریک‌تر بود. هوانگ سال 2009 این فیلمنامه رو نوشت، اما هیچ کس حاضر نشد بسازه. اونقدر بیپول شد که حتی لپتاپش رو فروخت و وقتی بالاخره نتفلیکس قبول کرد، حین فیلم برداری از شدت استرس 6 تا دندوناش افتاد. باور میکنید؟ و جالبتر این که بازیگر اصلی لی جونگ قبل این نقش میخواست بازیگری رو کلاً بذاره کنار، ولی حالا یه نماد جهانیه. و وقتی سریال منتشر شد، نتفلیکس رو ترکوند. تو فقط یه ماه 111 میلیون نفر دیدنش. تو 94 کشور اول شد. حتی پلیس هند از میم‌های سریال برای آموزش رانندگی استفاده کرد. یه سریال درباره قتل شد ابزار آموزش ترافیک. اما جزئیات مخفی سریال تازه اینجاست. لباس صورتی نگهبونا فقط برای ترسناک بودن نبود. الهام گرفته از حشرات بود تا نشون بده آدم‌هایی که اون لباس‌ها رو پوشیدن مثل یک کلونی مورچه بی‌فردیت و بدون اراده شدن. ماسک‌ها هم معنی داشتن. دایره یعنی کارگر، مثلث یعنی سرباز و مربع یعنی رئیس. یه سیستم دقیق درست مثل یک کندو یا لونه مورچه. حتی اون تابوت‌های روباندار یه استعاره بود. مرگ فقرا رو مثل یه هدیه تزیین کرده بودن. یه توجیه ظالمانه برای کشتن، فقط برای سرگرمی. و اون موهای قرمز گیهون یه پیام بود. یه فریاد خاموش، دیگه بازی نمی‌کنم، وقت شورشه. و یه چیز جالب آخر، اون دختر بچه‌ای که تو دوبله انگلیسی صدای عروسک چراغ قرمز چراغ سبز رو گفته بود فقط 10 سالش بود. وقتی خانواده‌اش صداشو شنیدن شوکه شدن. همون دختر خجالتی کوچولو صدایی در آورد که دنیا رو ترسوند. اسکوید گیم فقط یه سریال نبود، یه کابوس واقعی بود، یه آینه از ترس‌ها و طمع ما، و هنوز هم ادامه داره. راستی یادت نره کانالو سابسکرایب کنی و برام کامنت بذاری که بهم انگیزه میده واسه ادامه کار.